افسرده‌ای، دل دماغ کاری نداری، حوصله نداری. بهت میگم چرا. یکی از دلایل اصلی بیحالی، بی‌حوصلگی، خودسرزنشی و عدم رضایت از خوده. ببین ما میگیم که از وضعیت الان ناراضی باش، ولی مد نظر ما نارضایتی مثبته. یعنی نارضایتی که منجر به حرکت، تغییر و تحول میشه. ولی افراد در فاز سرزنش خودشون قرار میگیرن و این سرزنش پیوسته خود باعث میشه که بقیه عمل کرداتون هم مختل بشه و قفل بشی و سرانجام افسرده بشی. دوست من، از الان بگو ببین آنچه که الان دارم و واقعیت الانم ماحصل سطح تفکر قبلیمه. من با کار کردن روی خودم، با کار کردن روی ذهنم، با رشد آگاهی‌هایم طرز تفکر جدیدی رو ایجاد میکنم و این طرز تفکر احساس جدید و عملکرد جدیدی رو باعث میشه و در نهایت نتایج جدیدی رو برای من خلق میکنه. پس بیا دست از سرزنش خودت بردار، بلکه شروع کن به یادگیری مداوم.